نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. امیدوارم هر کجا که هستید توفیقات روزافزون الله متعال قرین راهتان باد و هر روز و هر لحظه زندگیتون در عبادات الله متعال زیباتر از روزها و لحظات گذشته آن سپری گردد. الله رو بی نهایت سپاس از اینکه یک بار دیگر بر من و شما توفیق عنایت فرمود تا با برنامه دیگر در خدمت شما خوبان و سروران باشیم و آیاتی دیگر از کلام الله مجید و بررسی معانی این آیات عظیم. در سوره مبارکه نبأ با شما عزیزان خواهیم دید محتوای این سوره عظیم را. سوره مبارکه نبأ 78مین سوره کلام الله مجید است در ترتیب مصحف شریف و اولین سوره جزء 30 کلام الله مجید که در مکه مکرمه نازل شده. الله متعال در این سوره مبارکه درباره قیامت برای ما صحبت می‌فرماید و نام این سوره نبأ هست. بنابر برخی روایت‌های تفسیری نبأ معنای لغویش میشه خبر و اشاره به خبر قیامت دارد و نام این سوره برگرفته از آیه دوم این سوره است. الله متعال در این سوره می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم عما یتساءلون از چه چیزی میپرسند. عما یتساءلون از چه چیزی سوال میکنند و میپرسند از تو ای پیامبر من. عن النبأ العظیم از آن خبر عظیم از قرآن کریم که نازل شده است و اینها درباره آنچه قرآن میگوید درباره آخرت تردید دارند و شک دارند و این خبر عظیم برای آنها عجیب است. آمدن و از این خبر عظیم میپرسند. عما یتساءلون عن النبأ العظیم از چه میپرسند؟ از آن خبر عظیمی که قرآن کریم با خود آورده است. قرآن کریم خبر عظیمی است که در این کلام عظیم اخبار عظیمی جای گرفته من جمله قیامت. الذی هم فیه مختلفون آن کتابی که در او با هم اختلاف دارند. برخی میگویند شعر است، مشرکان و کافران برخی میگویند سحر است و برخی دیگر تعابیر مختلف دیگری دارند. و یا معنی این گونه است که درباره اون خبر قیامتی که با هم اختلاف دارند درباره قیامت و میگن قیامتی نیست، حساب کتابی نیست، اگر باشه هم ما چون در این دنیا نعمت بیشتری داریم پس اون دنیا هم وضع ما بهتر خواهد بود. الذی هم فیه مختلفون اون خبری که در اون اختلاف دارن کلا هرگز آنگونه‌ای که اینها تصور میکنن نیست. سیعلمون به زودی خواهند دانست. ثم سپس کلا سیعلمون دوباره تأکید بر تأکید. این گونه نیست که اونها فکر میکنن که قیامتی نباشه. اگر باشه هم اینها چون وضع مالیشون بهتره ظاهراً الله تعالی به اینها نعمتی بیشتری داده از مادیات اون دنیا هم بهتر باشه وضعشون. و یا به مانند آنچه که یهودیان و مسیحیان میگن که لا يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا هرگز وارد جنت نخواهد شد مگر کسی که یهودی و مسیحی باشه. و یا میگفتن نحن ابناء الله و احباؤه ما فرزندان الله متعال و دوستان او هستیم پس ما رو عذاب نخواهد کرد. این گونه نیست، به زودی خواهند دانست. الم نجعل الارض میهادا اون کسانی که انکار میکنن که قیامت نخواهد بود
و برپا نمی شود و حساب کتابی نیست و شک دارن، آیا فراموش کردن که من الله با عظمت این دنیا را آفریدم؟ چه چیزی سبب شده اینها منکر بشن؟ چی سخته برای الله متعال که دوباره خلقت بکنه؟ مگر ندیدن که چگونه الله متعال این دنیا رو خلق کرد؟ الم نجعل الارض میهادا؟ آیا من الله با عظمت این زمین رو مهد برای شما قرار ندادم و آماده نکردم بستر رو برای زندگی شما انسانها؟ والجبال اوتادا؟ آیا من این کوهها رو به مانند میخی در زمین قرار ندادم؟ الله متعال در این آیه اشاره به یک شگفتی عجیب می‌فرماید. 1400 سال پیش قرآن کریم برای ما فرمود که کوهها به مانند میخ هستند. میخ برای محکم کردن یک شی استفاده میشه. وقتی ما یک شی رو به دیواری میخ میکنیم، یک بخشش بیرون است، بخشش داخل هست و اون بخشی که داخله بیشتر از بخشش که بیرون است. میخ برای نگه داشتن است، محکم نگه داشتن است. الله متعال میفرماید کوهها مثل میخ هستند و حقیقت‌های علمی امروز ثابت کرده که آنچه ما بیرون از کوه می‌بینیم، فاصله ارتفاعی که کوه داره مثلا اگر 1000 متر است، بیشتر از این رو زیر کوه داریم ما. مقداری که به 1000 متری که بالای کوه است، بالای زمین است، از سطح زمین، بیشتر از این 1000 متر رو ما زیر زمین داریم. شاید بیشتر از 1000 متر یا 2000 متر زیر زمین است. قله اورستی که ما میگیم 8800 متر بالای زمین است، بیشتر از 9000 متر زیر زمین داره. و این یک حقیقت علمی ثابت شده است و این دقیقاً به ما نشون میده که چطور به مانند میخ این پایین زمین هست و کوهها سبب استقرار زمین میشن. وزنی که این کوهها دارن سبب میشه که تا مواد انفجارهای داخل زمین که اتفاق میفته اینها تحمل میکنن و نمیگذارن که پوسته از بین بره و در سرعت سرسام‌آوری که زمین به دور خودش داره و همزمان دور خورشید میچرخه، این سرعت سرسام‌آور اون هسته مذاب داخل زمین رو به حرکت در میاره و اگر کوهها نباشه و اگر کوهها نمی بودن این پوسته متلاشی میشد و به مانند تخم مرغی که وقتی اون رو ما میچرخانیم اون اشیای داخلش وقتی که پخش میشن پوسته زمین، پوسته تخم مرغی که جلوی پرت شدنشون رو میگیره و این زمین است که کوههایی که رویش هست به مانند میخی محکم کردن زمین رو که این زمین از هم نپاشه و متلاشی نشه و نیاز هم نیست که همه جای زمین میخ باشه و همه جای زمین کوهها باشن. اگر این سوال رو کسی مطرح بکنه خب پس چرا همه جای زمین کوه نیست؟ بعضی جاها هست، چون ما یک شی رو که میخ میکنیم همه جای اون رو که میخ نمیزنیم، بعضی جاهاش رو میخ میزنیم، همینقدر کافی است، تمامش رو که ما میخ نمیزنیم. کوهها هم این گونه هستن. الله متعال اینجا از یک حقیقت علمی 1400 سال پیش برای ما پرده برداشت که کوهها میخ هستن و ما امروزه میبینیم که واقعا کوهها نقش میخ رو برای زمین ایفا میکنن و شکلشون هم مثل میخ هست. بخشی که بالا هست کمتر از اون بخشی هست که پایینه و وظیفه‌ای که انجام میدن مستحکم نگه داشتن کره زمین هست. والجبال اوتادا و خلقناکم ازواجا، من الله با عظمت همه شما موجودات رو زوج آفریدم. ما سبحان الذی خلق الازواج كلها، الله متعال میفرماید همه چیز رو زوج آفریدم. مما تنبت الارض، گیاهانی که از زمین خارج میشن و درختان و همچنین شما انسان ها و موجودات زنده دیگر رو و مما لا یعلمون، و هم چیزی که من انفسهم و مما لا یعلمون، و آنچه که اونها نمیدانند. الله متعال ما وقتی که نگاه میکنیم همه چیز زوج آفریده شده. گیاهان ماده و نر دارند، حیوانات نر و ماده دارند و حتی ما میبینیم که در ذرات اتم نگاه میکنیم که قطب مثبت و منفی داریم و نقاط بار مثبت و منفی که گویی اینها الکترون ها و پروتون ها که اینها و نوترون هایی که الله متعال قرار داده، اینها میبینیم که حتی جنس هاشون با هم فرق میکنه. این گونه نیست که همه یک جنس داشته باشن. الله متعال میفرماید مخلوقات من، جاندارها، موجودات زنده همه دو زوج هستند. زوج یعنی این که جفت هستند، مذکر و مؤنث و نر و ماده دارند. و جعلنا نومکم سباتا، آیا من الله با عظمت خواب رو مایه آرامش شما قرار ندادم؟ و جعلنا اللیل لباسا، و شب رو به مانند لباسی قرار ندادم که میپوشانه روز رو و بستری برای شما فراهم میکنه که شما بخوابید در اون و استراحت بکنید و تمام عالم و تمام موجودات زنده به استراحت میپردازند. و جعلنا النهار معاشا،
آیا من قرار ندادم روز رو برای شما بستری برای امرار معاش و اینکه فرصتی باشه برای کار و تلاش؟ و بنینا فوقکم سبعا شدادا، من 7 آسمان محکم و هماهنگ و مستحکم رو بالای هم نیافریدم. این همه آفرینش و خلقت رو شما نمیبینید؟ نگاه بیاندازید به اینها. هر کدوم از این آیات رو میشه دربارش کتابی نوشت. درباره هر کدوم از این آیات میشه کتاب نوشت. در شرح این آیات و جعلنا سراجا وهاجا، من آیا خورشید رو چراغی فروزان و درخشان قرار ندادم؟ خود این خورشید و عظمتی که در خورشید هست که چگونه منفجر میشه داخلش، این انرژی و این نیرو میلیون ها سال داره کار میکنه. من تو چند ساله به دنیا آمدی؟ اینها رو کی وجود آورده؟ از کی بودن؟ کی پشت سر این همه عظمت و خلقت هست؟ کدام دست اینها رو مدیریت میکنه؟ تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. مبارک است اون ذاتی که به دست اوست پادشاهی آسمان و زمین و او بر هر چیزی قادر است. الله متعال و انزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، من از ابرهای متراکم در هم فشرده باران فراوان میبارانم. مگه من این کارو نکردم؟ ابرهای متراکمی که متراکم میشن با قطبهای مثبت و منفی به هم میخوره، رعد و برق و صاعقه ایجاد میشه و بارانها و تگرگها ایجاد میشه. آیا من از این ابرهای متراکم باران نمیبارانم؟ خود سیستم باران یک شگفتی است، یک عظمت است. آیا من این کار رو نکردم؟ این نظم رو کی به وجود آورده؟ کدوم عقل میپذیره که تقی به توقی خورده باشه این چیزا به وجود آورده باشه، همین چیزا به وجود اومده باشه؟ کسانی که منکر وجود الله متعال هستن، اینها رو باید به بیمارستان‌های روانی معرفی کرد. اینها روانی هستند، اینها مجنون و دیوانه هستند، اینها به عقل بشریت میخندن. عقل اینها زیر سوال است. اینها رو باید برد و بستری کرد تا اینا درمان بشن. اینا بیمارن، روانی هستن، اینا خطرناکن، اینها دیوانه هستند. اینها چگونه این عقل اینها کار میکنه؟ چه برداشتی دارن؟ اینها رو باید کنترل کرد، اینها رو باید درمان کرد. و انزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، من پشت سر هم با شدت باران میریزونم از ابرهای متراکم، لنخرج به حبا و نباتا، تا به وسیله این باران از زمین من دانه خارج کنم. خود این دانه‌هایی که در زمین رشد میکنه، آب یکیست، زمین یکیست، آب و هوا یکیست، دانه میاد ساقه فرق میکنه، برگ فرق میکنه، محصول فرق میکنه. یسقى بماء واحد و نفضل بعضها على بعض فی الاکل. الله متعال میفرماید یک آب میوه ها مزهشون با هم فرق میکنه. 2 تا بوته کنار هم در یک زمین کاشته شده با یک آب، یک زمین، یک هوا، اما میبینیم که مزه برگش، محصولش، میوهش فرق میکنه. درخت‌ها همینطور و بقیه چیزها. لنخرج به حبا، تا من الله تعالی دانه خارج کنم. دانه غذای انسان هاست. گندم، جو، برنج، نخود، لوبیا و هر چیزی که اینها دانه هستند، حبوباتی که قوت قالب ما انسان هاست. و نباتا، حبا و نباتا، و گیاهانی که خرج حیوانات است و جانوران است. انسانها، غذای انسانها و حیوانات. باران میباره و این چرخه باران و چرخه تولید مواد غذایی یک شگفتی و عظمت است. برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است، معرفت کردگار. درباره هر کدوم از اینها باید یک کتاب نوشت. هر کدوم از این آیات رو میشه یک کتاب کرد در شرحش. هر کدوم از این آیات. و جنات الفافا، من بر شما باغ‌های درست کردم که در هم پیچیده، شاخه‌های اونها، درخت‌های اونها، جنگل هاست، محصولات این باغ‌ها، این میوه‌ها، این درخت‌ها، این تنوع زیست محیطی، این تنوع گیاهی، این تنوع جانوری، میلیون‌ها و میلیون‌ها، اینها از کجا آمده است؟ اینها نیاز به تفکر داره، اینها نیاز به تدبر داره. اینها خالقی دارد، اینها را آفریده، بدون هدف نیافریده. این دنیا خالقی داره، هدفی داره، حساب کتابی داره، قیامتی هست، بهشتی هست، دوزخی هست. ان یوم الفصل کان میقاتا، روز قیامت، روز جدایی حق از باطل، مسلمان از کافر، بهشتی از دوزخی، اون موقع وعدگاه شماست.
یوم ینفخ فی الصور، اون روزی که در سور دمیده شود، فتأتون افواجا، بار دوم سور دوبار دمیده میشه. اسرافیل علیه السلام سوری دارد که ما نمیداریم حقیقت آن سور چیست، اما الله تعالی از آن یاد کرده که در دمیدن اول تمام عالم از بین میره و همه چی هلاک میشه و از بین میره و فانی میشود و فنا میگردد، و در سور دوم دوباره نیمه بعدی اون دنیا شروع میشه. همه از قبرها سر بر می آورند و موجودات انسانها و جنها و خارج می شوند و حیوانات و ملائکه زنده می شوند دوباره و عالم آخرت شروع می شود. یوم ینفخ فی الصور، اون روزی که در سور دوم دمیده شود، فتأتون افواجا، گروه حاضر میشید پیش الله متعال. و فتحت السماء، و آسمان درها باز می کند. فکانت ابوابا، و اون آسمان درهایی داره گویی که انسان فقط از اینجا میتونه بره بالا به سمت جنت و به سمت حساب کتاب. و گویی که یا معنای دیگر این هست که آسمان وقتی که منفجر میشه و از هم میپاشه، فقط مسیرهای خاصی باقی میماند تا این مسیرها محل تردد انسانها و جنها و ملائکه قرار بگیره. و سیرت الجبال فکانت سرابا، اون کوههایی که با این عظمت میدیدید همه به مانند سرابی غبار شدند و رفتند، همه از بین رفتند و پودر شدند. ان جهنم کانت مرصادا، جهنم در کمین است، در کمین نشسته است و منتظر. جهنم و ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. الله متعال در سوره مبارکه مریم میفرماید هیچ کسی از شما نیست مگر اینکه در دوزخ وارد میشود. این وعده حقیقی الهی است، چون صراط، پل صراط بر روی دوزخ است و از دوزخ پایین پل صراط است و هر کسی که از پل رد میشه دوزخ رو میبینه و دوزخ در کمین است. بر هر کسی که از روی پل رد میشه و دوزخیان از پل میافتند در داخل دوزخ. ان جهنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، این بازگشتگاه ظالمان و طغیانگران است، کسانی که از حد تجاوز کردند، از خط سرخها گذر کردند در این دنیا. حدود الهی و خط سرخهای الهی که نباید نادیده گرفته میشد نادیده گرفتن. جهنم جایگاه اینهاست و اینها در دوزخ خواهند افتاد. لابثین فیها احقابا، در این دوزخ خواهند ماند مدتها و مدتهای طولانی از زمان رو. اینها میلیونها میلیاردها سال خواهند ماند. اگر مسلمان باشه انسان خارج میشه، بعد از گناهانش به جنت میره، و اگر کافر باشه همیشه خواهد ماند. لا یذوق جزاء وفاقا لابثین فیها احقابا لا یذوقون فیها بردا، نمیچشن در اون دوزخ هیچ آب خنکی. در اون گرما انسان وقتی گرمش میشه نیاز به آب خنک داره، احساس آتش میکنه، شدیداً تشنه میشه. لا یذوقون فیها بردا، به اونها هیچ باد خنکی نمیاد. ولا شرابا، و نه نوشیدنی خنکی به اونها داده میشه. گرمای سوزانه که انسان رو از بین خواهد برد و پوست انسان رو از بین میبره و هر وقت پوستش از بین بره دوباره پوست دیگری جای او رو میگیره، باز دوباره از بین میره و میسوزه، باز دوباره از اول. لیذوق العذاب، تا بیشتر عذاب بکشه. نوشیدنی اگر به اونها داده بشه، اینها نه سرمایی اونها رو فرا میگیره و نه نوشیدنی به اونها داده میشه. اگر هم داده بشه چی است؟ الا حمیما و غساقا، آب جوش یصهر ما فی بطونهم والجلود، بر روی و سر اونها ریخته میشه و تمام آنچه که دارن پوست ها رو میسوزاند و وقتی مینوشن تمام این راهی رو که تا پایین میره میسوزانه، از بین میبره، دوباره درست میشه و دوباره. و غساقا، و چرکابه و خون و نجاستی که از بدن جهنمیان خارج میشه و جاری شده در دوزخ و بوی تعفن میده، از اینها به خورد اونها میدن. الله تعالی ما و شما را نجات بده از این حکایت. الا حمیما و غساقا جزاء وفاقا، این پاداشی است برابر با آنچه میکردند. اینها در دنیا هر حرامی رو میخوردن، هر ناپاکی رو، مال یتیم رو، مال مسکین رو ظلم میکردن، دزدی میکردن، ربا میکردن، شراب میخوردن. خب اینجا هم حرام بخورن، اینجا هم میخورن. اینها اونجا میسوزاندن دل بیوگان رو، مستضعفان رو، مساکین رو، فقیرها رو، موحدین رو، مسلمانان رو. الان اینجا میسوزند. جزا از جنس عمل است.
هر کاری میکردن اینجا همون تعامل با اونها خواهد شد. انهم كانوا لا يرجون حسابا، اینا فکر میکنن حساب کتابی نخواهد بود، هیچ امیدی به حساب کتاب نداشتن، باوری نداشتن. و کذبوا بآیاتنا کذبا، و پشت سر هم تکذیب میکردن آیات کتاب من الله با عظمت قرآن رو. و کل شیء احصیناه کتابا، من تمام آنچه که اینها انجام دادن رو ثبت کردم و همه رو حسابرسی کردم و سرشماری کردم و همه رو در کتابی ثبت کردم، لوح محفوظ و یا کارنامه اعمال اینا همه چی ثبت شده است. لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها، هیچ کوچک و بزرگی، خرد و کلانی رو از قلم نینداخته ایم و همه ثبت شده است. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، به جهنمیان آن روز گفته می شود و این بدترین کلامی است که آنها می شنوند. فذوقوا، بچشید، فلن نزیدکم الا عذابا، بر شما جز عذاب هیچ چیز دیگری اضافه نخواهد شد. عذاب دوزخیان رو به افزایش است، لحظه به لحظه، روز به روز اضافه میشه، یعنی کم نمیشه، هر روز بیشتر و بیشتر میشه و این خیلی دردآور است. الله متعال ما رو نجات بده، ما و شما رو از این عذاب دوزخیان. و این جمله تلخ‌ترین جمله است که میشنوند، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، بچشید که امروز هیچ چیزی به شما اضافه نخواهد شد به جز عذاب. در مقابل آن طرف، این طرف در دوزخ عذاب است و عذاب، و آن طرف در جنت ان للمتقین مفازا، انسان‌های متقی و رستگار در سعادت و خوشبختی و فوز و فلاح هستند. حدائق و اعناب، باغ‌های پر از نعمت و میوه و محصول، انگورهایی است که شراب او را می نوشند. و کواعب اترابا، و دخترانی نارپستان که همسن و سال اونها هستند و اینها همسران اونها هستند و حور العین هستند و همدم و همراه زندگی آنها در جنت. و کأسا دهاقا، و جام‌های لبریز از شراب که می نوشند. لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا، آنجا نه حرف بیهوده‌ای میشنوند، نه دروغی به آنها گفته می شود، نه وعده دروغی به آنها داده خواهد شد. آنجا هرچی هست امنیت و سلامت است. جزاء من ربک عطاء حسابا، این پاداشی از جانب پروردگار توست، عطایی از طرف الله متعال که کافی است برای آنها و آنها را کفایت می کند. رب السماوات والارض، پروردگار آسمان ها و زمین، و ما بینهما، و هر آنچه که بین آسمان و زمین است. الرحمن، آن ذاتی که رحمان است، بسیار محبت دارد، مهربانتر از مادر من و تو به من است و تو، و بلکه مهربانتر از من و تو به خود من و توست. الرحمن لا یملکون منه خطابا، اون روز کسی جرأت نمی کنه بدون اذن او خطابی داشته باشه و سخنی بگه و با الله متعال صحبت بکنه. عظمت داره رحمان. الرحمن یوم، هر کسی نمیتونه اون رو خطاب قرار بده، الله رحمان رو، در آن روز با وجود اینکه رحمان است اما عظمتش و هیبتش اجازه نمیده. یوم یقوم الروح، آن روزی که جبرائیل امین علیه السلام ایستاده است، و الملائکه صفا، ملائکه همه صف کشیده اند در پیشگاه دادگاه عدل الهی. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، هیچ کسی سخن نمیگوید مگر اینکه الله متعال به او اجازه دهد، اذن سخن گفتن داشته باشد. و قال صواب، و کلامی هم که میگوید کلامی نیکو باشد. این آیه اشاره داره که شفاعتی هم اگر هست در روز قیامت، اولا به اذن الهی باید باشه، الله متعال اجازه بده به شفاعت کننده، و در ثانی اون کسی که شفاعت میکنه هم شفاعتش برای کسانی است که کلام نیکو گفته باشن و مؤمن باشن و موحد بوده باشن، وگرنه مشرک و کافر فما تنفعهم شفاعت الشافعین، هیچ شفاعت کننده به درد اونها نخواهد خورد. کسی که کافر است، کسی که مشرک است، کسی که نماز نمیخواند، لم نکن من المصلین، گفتن ما نمازخوان نبودیم. در سوره مدثر الله متعال فرمود مؤمنین متقیان از مشرکین کافر در دوزخ پرسیدن چرا در دوزخ رفتید؟ ما سلککم فی سقر، چی شما رو به دوزخ انداخته است؟ گفتن لم نکن من المصلین، اولین چیزی که گفتن نمازخوان نبودیم. در ادامه الله متعال فرمود فما تنفعهم شفاعت الشافعین، شفاعت هیچ شفاعت کننده‌ای به درد کسی که نماز نمیخواند نخواهد خورد.
اون روز، در روز قیامت، جبرائیل امین و ملائکه و اولیای الهی ایستادن، هیچ کسی جرئت نمیکنه صحبت بکنه مگر اینکه الله اجازه بدهد و باز هم کلامی بگوید که الله متعال راضی باشد. ولا یشفعون الا لمن ارتضى، و بر کسی شفاعت خواهد کرد که الله از او راضی باد، وگرنه شفاعت او قبول نخواهد شد. ذلک الیوم الحق، آن روز روز حق است، اتفاق میفته یقینا. فمن شاء اتخذ الی ربه مآبا، هر کسی میخواهد به سمت پروردگارش بازگردد، راهی پیدا کنه، راهی بیابید برای بازگشت. توبه کنید، بیایید توبه کنیم قبل از اینکه در برای من تو بسته بشه. ان انذرناکم عذابا قریبا، من الله به عظمت شما رو پند میدم از عذابی که نزدیک است و پیش روی شماست. فکر نکن عذاب قیامت خیلی دوره. و بعضی وقتا که فکر میکنیم میگیم قیامت حالا چند هزار سال معلوم نیست. نه، من مات فقط قامت قیامته، هر کسی که مرد قیامتش برپا شده است. فاصله من و تو با این حقایق به اندازه فاصله من و تو تا مرگ است. و کی میمیری تو؟ به من پاسخ بده. کی میمیری؟ میدونی کی میمیری؟ و ما تدری نفس به ای ارض تموت، هیچ کسی نمیداند کجا میمیرد. و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، و نمیداند که فردا چه اتفاقی خواهد افتاد. هیچ کسی نمیدونه کی میمیره. تو نمیدانی کی میمیری و من هم نمیدانم. شاید فردا، شاید همین امروز و امشب، شاید یک هفته بعد. پس فاصله من و تو تا قیامت، تا این وعده های الهی به اندازه یک روز است، شاید یک ساعت، شاید یک هفته. منتظر نباش تا دجال بیاد، منتظر نباش تا یأجوج و مأجوج بیاد. اونها رو که من و تو نخواهیم دید. من و تو هر وقت بمیریم قیامت من و تو شروع شد. رسول الله علیه السلام فرمود قبر انسان یا چاله‌ای از چاله‌های دوزخ است یا بوستانی از بوستان‌های جنت. یعنی چی؟ یعنی که حساب کتاب شروع شده، قیامتش همین الان شروعه بعد از مرگ. عذابا قریبا، نزدیکه. یوم ینظر المرء ما قدمت یده، اون روزی که انسان نگاه میکنه که چه پیش فرستاده پیش برای خودش. و یقول الکافر، و کافر آن روز میگوید یا لیتنی کنت ترابا، کاش من هم خاک میشدم. در روز قیامت علاوه بر انسانها و جنها، حیوانات هم حشر میشن. حیوان اینجا آمده شاخی زده، حیوان دیگری رو زخمی کرده و اذیت کرده و آزار داده. اون روز این دوتا، اونایی که حقی به حقدار دارن، هر دوتا محشور میشن. این انتقام خودش رو میگیره و اون دوباره از بین میرن و خاک میشن. کافر وقتی این صحنه رو مشاهده میکنه آرزو میکنه یا لیتنی کنت ترابا، کاش من هم خاک میشدم به مانند اینها. آرزوی مرگ میکنه، مرگی که کافر اصلا دوست نداره در این دنیا. وقتی عذاب آخرت رو مشاهده میکنه و دوزخ رو، هر روز آرزوی مرگ میکنه، اما مرگ دیگر نخواهد بود. بیایید تا من و شما هم به محتوای این آیات تفکر بکنیم، تجدید رابطه بکنیم با الله متعال، تجدید ایمان بکنیم. از الله متعال بخوایم ما و شما رو ثابت قدم در این مسیر نگه دارد، توفیق عبادت نصیب کنه، توفیق توبه نصیب کنه، توفیق ذکر و عبادت ما بده، حسن خاتمه نصیب کنه و آخرین کلام ما رو شهادتین لا اله الا الله محمد رسول الله بگرداند تا در روز قیامت و در قبر و در صحرای محشر ما موفق باشیم و به جنت الفردوس بریم و با انبیا، صدیقین، شهدا و صالحین محشور بگردیم. آمین یا رب العالمین. الله متعال همین ما شما رو در جنت الفردوس خود قرار بده و گناهان ما شما رو بیامرزد و توفیق عبادت خالصانه و حسن خاتمه نصیب گرداند. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدارتون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعاني